ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори нӯҳум. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. боби 2. рушди иқтисодии Тоҷикистон ва дурнамои стратегии он. 5. такмили низоми идораи рушди иқтисод. وابسته به اصلاحات نظام اندازبندی کودکس انداز جمهوری تاجیکستان در تحریر نو قبول گردید که عمل آن از سال 2013 آغاز شد. در اساس آن نامگوی اندازها و شماره اعلامیه های انداز کم کرده شدند. حالا در نتیجه تکمیل نظام مأموری کنانی انداز، سوبیکت های صاحبکاری می توانند حسابات انداز و اعلامیه های خود را به طرز الکترونی پیشنهاد نمایند که این باعث صرفه وقت و خراجات آنها می گردد. ساده‌گردانی رسمیات گمرکی هنگام صادرات، واردات و ترانزیت مال و واسطه های نقلیات قسم مهمی اصلاحات اقتصادی می باشد. جهت ساده‌گردانی رسمیات گمرکی جلب سرمایه و با مقصدی به معیارهای بین المللی مطابق گردانیدن رسمیات گمرکی کودکس گمرکی جمهوری تاجیکستان تکمیل داده شد. فراهم آوردن شرایط دسترسی به ذخیره‌های قرضی سمت مهمی اصلاحات دایر به بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و صاحبکاری می باشد. حالا جهت مساعد گردانیدن شرایط پیشنهاد گرو و بانک ها و تشکیلات های مبلغ گذاری خرد امکانیت های خوب فراهم آورده شده قانونگذاری کشور با مقصد وسیع نمودن دسترسی بخش خصوصی به واسطه های قرضی نظام بانکی و از بین بردن مخالفت بین سندهای قانونگذاری آید به مسئله های گرو و مفلس شوی تکمیل داده شدند. همچنین به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد برای قرضدهی اولین بیوروی قرضی و اطلاعاتی کشور تأسیس داده شد. در نتیجه چاره‌های عملی گردیده صرف نظر از تأثیر بحران جهانی مالیوی سالهای 2008-2010 حجم مبلغ گذاری ها و رشد بخش خصوصی و فعالیت صاحبکاری تمایل به زیاد شوی دارد. با آخر سال 2015 حجم قرضهایی که تشکیلات‌های قرضی و صاحبکاری جدا نمودند 2.6 میلیارد سامانی را تشکیل می‌دهد که این نشان دهنده در مقایسه با 10 سال پیش 8.7 مراتب زیاد می باشد. در مجموع دوام 6 سال اخیر حجم عمومی قرضها برای رشد فعالیت صاحبکاری و بخش خصوصی 27.9 میلیارد سامانی را تشکیل داده است که از این مقدار 18 میلیارد سامانی یا خود 64.5% آن به صاحبکاری استحصالی راست می آید. باید ذکر نمود که دستگیری زنان صاحبکار نیز از سمت‌های دیگری رشد و انکشاف استحصالات داخلی به شمار می رود.
بانک ملی جمهوری تاجیکستان بهر دستگیری زنان صاحبکار، خصوصاً زنان صاحبکاری ناحیه‌های کوهستان، به تشکیلات‌های قرضی منتظم توصیه‌ها پیشنهاد می‌نماید. در اساس معلومات رسمی آماری از جانب نظام بانکی کشور در 10 سال اخیر به حساب میانه تقریباً در حجم 28 میلیارد سامانی قرض‌های خرد جدا گردید که از آن 7 میلیارد سامانی یا 25% به زنان مشغول صاحبکاری تعلق دارد. با مقصد رشد صاحبکاری خرد و میانه و دسترسی صاحبکاران به ذخیره‌های قرضی، ما از حساب بودجه دولتی فاند دستگیری صاحبکاری را تأسیس دادیم که تا امروز در 47 شهر و ناحیه به سوبیکت‌های زیاد صاحبکاری استثاری با فایز پست در حجم 95 میلیون سامانی قرض‌های امتیازناک دراز مدت داده است. توسط تطبیق اصلاحات ضروری، فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه گذاری فراهم گردیده، مکالمه و شریکی دولت با بخش خصوصی در سطح ملی و منطقوی رواج یافت. برای به طلبات معیارهای بین المللی مطابق گردانیدن فضای سرمایه گذاری، رشد بخش خصوصی و صاحبکاری و همگرایی با اقتصاد جهانی که از هدفهای مهم حکومت تاجیکستان به شمار می رود، چاره‌های جدی اندیشیده شده در کشور شرایط آزاد رقابت فراهم آورده شده است. از لحاظ حمایت حقوقی بین شخصان حقوقی و واقعی داخلی و خارجی یگان فرق جدی وجود ندارد. در نتیجه راه اندازی سیاست دستگیری صاحبکاری، سهم بخش خصوصی در اقتصادیات جمهوری تاجیکستان سال تا سال افزوده حالا بیش از 67% را تشکیل می دهد. اصلاحات اقتصادی در ارزیابی‌های بین المللی از جمله پیشبرد صاحبکاری از طرف بانک جهانی بهاگذاری می گردد که موافق تحلیل این نهاد بین المللی در دوام سالهای 2010-2016 موقع تاجیکستان در مجموع 20 زینه بالاتر رفته جمهوری 3 مراتبه در صف 10 کشوری اصلاحاتگر جهان قرار گرفت. سالهای اخیر از جانب صاحبکاران و سرمایه گذاران وطنی و خارجی یک قطار کارخانه های خرد و بزرگ تأسیس داده شده اند که حالا فعالیت پرثمر دارند. اکنون بیش از 65% اهالی از لحاظ اقتصادی فعال را بخش خصوصی با جای کار تأمین می نمایند. تنها در 5 سال اخیر شماره سوبیکت های صاحبکاری در کشور از 146,000 سال 2010 تا به 374,000 در سال 2015 رسانیده شد که افزایش بیش از 2.5 مراتب را تشکیل می دهد. عملهای دستجمعانه مقامات دولتی و بخش خصوصی و سرمایه گذاران کلید اساسی نائل شدن به هدفهای افضلیتناک ما می باشد. باور داریم که نیروی سازنده شهروندان متحدی در اطراف مقصد و مرام یگانه راهبری دولت برای رسیدن به هدفهای گذاشته شده مساعدت خواهند کرد. هفتم، اولویت رشد ساحه صنعت.
تاجیکستان تا زمانی به دست آوردن صاحب استقلالی همچون کشوری صادر کننده اشیای خامی، فلزات رنگی و نادر، اشیای نیمتیاری صناعتی بافندگی از جمله نخ پخته و کنسروهای گوناگون میوه و سبزوات شناخته شده بود. اما با رسیدن به استقلالیت کامل، قناعتمند گردیدن به این دستاوردها تأثیر منفی به اقتصاد می رسانید. از این رو از روزهای اولی صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان به پیشروی صناعت افضلیت داده در ظرف 4 عصر به کامیابی‌های نظررس نائل گردید. بنابراین در سیاست اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه صناعت پیش از همه سمت پیشبرنده اقتصاد ملی اعتراف شده، تأمین کننده اهالی با شغل دائمی، سرچشمه مهمترین درآمد بودجه دولتی و حل مسئله های اجتماعی دانسته شده است. از این رو جهت تأمین نمودن ترقیات و پیشرفت باثبات صناعت کشور تا امروز یک قطار برنامه‌های دولتی قبول گردیده، در نتیجه عملی گردیدن آنها حالا کارکرد اشیای خام صناعتی و محصولات آن به مراتب افزایش یافته است. صناعت امروزه جمهوری تاجیکستان دارای مجموعی زمینه‌های انکشاف یافته و از جهت تکنیکی مجهز بوده ساحه‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. آن را زیاده از 90 سمت استحصالات و بیشتر از 140 نوع محصولات معرفی می‌کنند که به ساحه‌های استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی، استخراج انگشت، صناعت سبک و کیمیا، ماشینسازی، کارکرد فلزات، مصالح ساختمان و صناعت خوراکواری تعلق دارند. در عین زمان مسئله های سرعت بخشی رشد ساحه صناعت و استواری آن، دگرگونسازی کلی ساختاری، تأسیس کارخانه های مشترک با جلب سرمایه داخلی و خارجی، جهت بلند برداشتن ثمره‌ناکی اقتصادی، جاری نمودن نوآوری های تکنیکی و تکنولوژی در استحصالات صناعتی در مد نظر دائمی ما و حکومت کشور قرار دارند. در جمهوری تاجیکستان در 25 سال استقلالیت دولتی با جلب سرمایه داخلی و خارجی صدها کارخانه های خرد و بزرگ استحصالی بنیاد کرده شدند. شماره کارخانه های صناعتی امروز به 2068 عدد رسیده، بیش از 86,400 نفر اهالی مملکت در آنها به کار دائمی تامین کرده شدند. ما در کشور برای تامین رشد ساحه صناعت زمینه‌های معیاری حقوقی را فراهم آورده، توسط قبول برنامه‌ها از جمله در سمت کارکرد نهایی آلومینی، معدن، فلزات و سنگ‌های قیمت‌بها، صناعت سبک و خوراکواری به پیشروی‌ها نائل گردیدیم. حالا استحصال محصولات صناعتی در مقایسه با نشان دهنده های سال 1997 بیش از 3.5 برابر افزایش یافته، پیشرفت نظررسی بخش های صناعتی سبک، فلزات، خوراکواری، صناعت خیمیا و مصالح ساختمان به دست آمده است.
در تاجیکستان شماره کارخانه‌های استیثاری مجهز با تکنولوژی‌های معاصر سال به سال زیاد گردیده. حجم استیثار محصولات صنعتی فقط در 10 سال اخیر 1.6 برابر افزایش یافته است. کوشش‌ها در سمت افزون نمودن حجم استیثار مال و محصولات وطنی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر، اشیای خام محلی و دیگر ذخیره و امکانیت‌های موجوده با سرعت ادامه یافته. جهت تأمین طلبات بازار با محصولات خوش‌صفت و رقابت پذیر وطنی، همزمان با این تقویت اقتدار صادراتی کشور تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شده ایستادند. صنعت سبک با نظر داشت دسترس بودن اشیای خام محلی، وابستگی نداشتن به واردات اشیای استیثاری که به تشکیل شماره زیادی جایهای کاری مساعدت می کند، ساحه افضلیتناک خواجگی خلق جمهوری به حساب می رود. عین زمان در قانونگذاری مملکت با مقصد رشد ساحه صنعت سبک، تأسیس کارخانه و کارگاه ها زمینه مساعد فراهم آورده شده است. چنانچه واردات دستگاه و تجهیزات از جانب کارخانه های نو تأسیس که به کارکرد پره نخ پخته تا استحصال محصولات نهایی مشغولند، از باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه گردیده آزاد شده، باز یک قطار امتیازهای دیگر پیش بینی شدند. طبق تحلیل ها سال 1991 در قلمرو تاجیکستان همگی 3 کارخانه در بخش صنعت بافندگی، یعنی کمبینت بافندگی شهر دوشنبه، فابریکه های استیثار کلابه پختگین شهرهای قرغان تپه و کانی بادام فعالیت کرده. اقتدار عمومی سالانه آنها کارکرد 28,000 تن نخ پخته را تشکیل میداد. محض در نتیجه دستگیری های پیوسته حکومت کشور و در دایره برنامه های دولتی، اکثر بخش های ساحه از جمله ساحه صنعت ریسندگی سال تا سال ترقی کرده. در شهر و ناحیه های مملکت چندین کارخانه های نو بنیاد گردیدند که در یک سال امکان کارکردی بیش از 100,000 تن نخ پخته را دارند. امروز کارخانه های صنعت سبک کشور طلبات بازار داخلی را اساساً با رشته پختگین، متاع پختگین تیار، محصولات دوزندگی، قالین و جوراب و پایافزار تأمین می کنند. جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های کلان اشیای خام غیر معدنی برای استحصال مصالح ساختمان بوده در جهان یکی از موقع‌های مهم را اشغال می کند. در قلمرو کشورمان بیش از 400 کان با ذخیره 30 نوع گوناگون اشیای خام، آهک سنگ، سنگ خارا، گرانودیاریت، مرمر، آهک سنگ مرمری، گچ، خاک، ریگ کوارتزی و غیره کفش و آموخته شدند. در قلمرو کشورمان بیش از 400 کان با ذخیره 30 نوع گوناگون اشیای خام، آهک سنگ، سنگ خارا، گرانودیاریت، مرمر، آهک سنگ مرمری، گچ، خاک، ریگ کوارتزی و غیره کشف و آموخته شدند. صنعت مصالح بناکاری طبق برنامه رشد استحصال مصالح ساختمانی برای دوره تا سالهای 2015 برنامه دستگیری دولتی صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2012-2020
اینچنین دیگر برنامه و کنسپسیه هایی که برای تا 2 مراتبه افزایش دادن استحصال محصولات و پست کردن سطح کم بیضاعتی روانه کرده شده اند رشد می یابد. اگر سالهای 90 قرن گذشته در صناعت مصالح ساختمان جمهوری 30 کارخانه صناعتی و تشکیلات خدمت رسانی ارزی وجود داشته باشند، سال 2015 هم شماره عمومی آنها به 450 عدد رسیده، در آنها 8431 نفر فعالیت دارند که نظر به سال 1991 قریب 3 مراتب زیاد است. طی سالهای آخر با استفاده تکنولوژی‌های سرمایه‌گذاری و اشیای خام محلی 10 کارخانه استحصال مصالح بناکاری از جمله سمنت براری، استحصال خشت، مواد غیر معدنی، کارکرد سنگ ساخته و استفاده داده شدند. از جمله کارخانه‌های بزرگ سمنت براری، جمعیت دارای مسئولیتش محدود خواکسین غیور سمنت ناحیه یاوان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود تاج چین 2013 شهر وحدت، جمعیت دارای مسئولیتش محدود خواکسین غیور سوخت سمنت ناحیه باباجان غفوروف، خشت براری جمعیت دارای مسئولیتش محدود پیجینگ تکنولوژی ناحیه حصار، کارکرد سنگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود الیگانت شهر بوستان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود کران مرمری ناحیه درواز به فعالیت آغاز نمودند. با زیاد شوی شماره کارخانه‌های کلان ساحه، حجم استحصال مصالح افزوده ارزش آن در بازار پست گردید. مثلا نرخ 1 دانه خشت از 70 دیرم به 33 دیرم، 1 کیلوگرم سمنت از 1 سامانی به 70 دیرم رسید. تطبیق سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه صناعت نشان داد که وابستگی اقتصاد کشور را از واردات انگشت، سمنت و دیگر نوعهای مصالح ساختمان برطرف کرده برای صادرات من بعده آنها زمینه فراهم آوردن ممکن است. در نتیجه استحصال وطنی توسعه یافته، ما حتی از روی بعض مال و محصولات و مصالح ساختمانی از جمله سمنت از کشوری وارد کننده به صادر کننده تبدیل یافتیم. این زمان در کشور 13 کارخانه سمنت فعالیت می نماید که اقتدار عمومی آنها 4.5 میلیون تن را تشکیل داده، شماره جایهای کاری قریب به 3,500 نفر رسیده است. استحصال سمنت نسبت به سال 2000 82 مراتب افزوده، در برابر پررقانه گردانیدن طلبات بازار داخلی به این نوع مصالح ساختمان، صادرات آن نیز افزایش داده می شود. در زمان شوروی در جمهوری ما فقط 1 کارخانه سمنت موجود بود که اقتدار سالانه آن همگی 500-600 هزار تن را تشکیل می کرد. در نتیجه افزایش استحصال سمنت در داخل کشور، واردات آن از خارج مملکت با سرعت کم گردیده، در دوام 3 سال آخر بیش از 8 برابر کاهش یافته است. اگر سال 2013 هم به جمهوری تاجیکستان بیش از 1 میلیون تن سمنت وارد شده باشد، پس در سال 2014 هم 513 هزار تن و سال 2015 هم همگی 133 هزار تن وارد گردیده است.
باید تذکر داد که رشد و پیشرفت ساحه‌های دیگری خواجگی خلق و عموماً اقتصادیات جمهوری تاجیکستان در شرایط مناسبت‌های بازاری به فعالیت ثمرناک کارخانه‌های ساحه ماشینسازی، صناعت مدافعه و خیمیه علاقمندی زیچ دارد. کارخانه‌های این ساحه‌ها اساساً در زمینه همکاری استعصاری و تجارتی با دولت‌های سابق اتحاد شوروی فعالیت می‌نمودند. بعد از برهم خوردن اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی این رابطه‌ها به تدریج کنده شده. آنها رو به استحصال نوع‌های نوی محصولات مورد نیاز بازاری بیرونی و داخلی آوردند. از سال 2005 سر کرده در زمینه کارخانه‌های ساحه ماشینسازی، کارخانه‌های کارکردی پرتاب‌های فلزات سیاه و رنگه تأسیس یافتند که حالا شماره اشان تا به 33 عدد رسیده است. کارخانه‌های مذکور از پرتاب‌های فلزی اساساً آرماتور ساختمانی، کنجک‌های متالی، اوگلاک، سیم‌های فلزی، شکیف‌های آلومینی و غیره استحصال نموده محصولات تیار را به بازار داخلی و خارجی پیشنهاد می‌کنند. حجم استحصال محصولات در این کارخانه‌ها که فعالیتشان موسمی است سالانه تا به 25 میلیون سامانی می‌رسد. در اول سال 2015 با مقصد استحصال محصولات رقابت پذیر در اقتدارهای استحصالی جمعیت سهامی پوشیده نو سلمش کارگاه استحصال آبگرم کنک به فعالیت شروع نمود که باز یک مثال فعالیت شریکی با سرمایه گذاران خارجی است. این روند در آینده بیشتر به افزایش حجم و دسترسی نرخ محصولات روانه کرده می شود. امروز در ساحه صنعت معدنی کشور 23 کارخانه استخراج و کارکرد فعالیت دارند. تدبیرهای طی سالهای آخر اندیشیده ما و حکومت کشور امکانیت فراهم آوردند که با جلب سرمایه وطنی و خارجی اقتدار استحصالی کارخانه‌های کارکرد معدن سال تا سال زیاد گردیده امروز در حجم عمومی محصولات صناعتی بیش از 20% را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان دارای ذخیره بزرگی انگشت میباشد. چند سال است که در مملکت حجم استحصال سالانه انگشت از 1 میلیون تن گذشته است. ما توانستیم استخراج این نوع سوزشواری را خوب براه مانده. کارخانه‌های گوناگون مملکت را با انگشت وطنی تأمین نماییم. در نتیجه در سالهای استقلالیت دولتی صدها کارخانه صناعتی به استفاده انگشت گذرانیده شدند که آن منفعت خوبی اقتصادی دارد. شما گفتار نهم را از روی اثر افقهای استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.